مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 20 فوریه سال 2024 بر اثر برخورد سه ماشین اوپل ویکتور، مرسدس و تایوتا در شهر وحدت راننده 60 ساله تایوتا در جای حادثه جان داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 20 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 12:00 راننده اتومبیل تمغه اوپل ویکتور کاملوف محمد علی سال تولدش 1969 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از گازپروم نفت به سمت مرکز شهر وحدت به اتومبیل تمغه مرسدس بنز تحت اداره نصرالدین فوجی اکبر سال تولدش 1999 ساکن شهر مذکور که از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت حرکت میکرد برخورده است. پس از برخوردن به سمت مقابل رو برآمده به اتومبیل تمغه تایوتا تحت اداره راننده بوبیکوف رجب علی سال تولدش 1964 ساکن شهر وحدت برخورده است. در نتیجه راننده تایوتا بوبیکوف رجب علی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت عاید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راه‌های جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 نفر جراحت برداشته بودند. متاسفانه 10 نفر از قربانیان این صدمه ها کودکان و نورسان نابالغند.